قاعده 125 علامات سوء خاتمه را بفهمیم. علامات سوء خاتمه. پس بعضی کسا هستن خاتمه بد در وقت جان کندن هم علاماتی دارد که بزرگترین مخالفت آن علامت آن مخالفت ظاهر با باطن می باشد. یعنی اگر شما یک کسی را دیدین که ظاهرش با باطنش فرق کرد، یکی از علاماتی هست که خاتمه ازی یکی از علامات ازی هست که خاتمهش به چی میشه؟ به بدی میشه. در ظاهر بر مردم حتی انسان سر خود تطبیق بکنه. بسیاری کسا هست که ظاهرش پیش مردم بسیار با تقوا هست و در باطن با دین الله چی است؟ دروغگوی است، فریبکار است.